خدمت تمام دوستان عزیز. ما بسیار خوشحال هستیم که امروز به وطن خود برگشتیم. زنده باد نیروهای امارت اسلامی، تمام مجاهدین امارت اسلامی، به خاطری که این همه تدابیر برای ما گرفته، زحمات کشیدن. زنده باد. ما بسیار خوشحال هستیم. ما به خاطر تداوی رفته بودیم به پاکستان. ما 2 ماه میشه که به پاکستان رفته بودیم، به بسیار بدترین شکل، به بدترین فشارها بالای ما روزها در خانه ها زندانی بودیم. حتی ما برای ما دکترها داده بود، نسخه داده بود، هیچ کدامش هیچ ارزش نداشت برایشان. وقتی نیروهای اینا که می آمد، چاپم می آمد، نصف شب روز، هر وقت که می آمد، ما مردم را اذیت آزار میکرد. ما را مجبور ساخت. بسیار زیاد فشار بالای تمام مهاجرین است که اونجا هستند، بسیار افغانایی که در پاکستان است، در کویته، بلوچستان، کراچی، هر جایی که است. ما به این مشکلات بسیار زیاد سردچار بودیم. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم پس به وطن خود برگشتیم و آمدیم. بسیار خوشحال هستیم. نیروهای امارت اسلامی، کشور ما، مردم ما بسیار ما را حمایت کردن و تقدیر کردن. ما بسیار خوشحال هستیم. احساس خوشحالی، خصوصا امروز آنقدر خوشحال هستیم که واقعا اج نمیفهمیم که ما فکر کنیم که در آغوش مادر خود آمدیم. این خاک آغوش مادر است. بسیار خوشحال هستیم. افتخار میکنیم، واقعا افتخار میکنیم، قلبا افتخار میکنیم. امروز وقتی که داخل خاک خود شدیم، بی نهایت خوشحال شدیم. زنده باد نیروهای امارت اسلامی، زنده باد وطن ما افغانستان. اما سلوک و چال چلند مجاهدای چطور است؟ بسیار عالی است. بسیار ما باور ما نمیشد وقتی که داخل شدیم از چشم. ما به ویدیو زیاد دیده بودیم، جنرال موبین دیده بودیم، ویدیوهایش دیده بودیم در اونجا که ما بودیم. وقتی که از ترخم، از چمن، وقتی که مهاجرین داخل خاک خود میشد، بسیار استقبال میشد. ما بسیار اونجا ما بخی آنقدر افتخار میکردیم به خود که میگفتیم که باش ما مرش زودتر بریم به وطن خود. واقعا همچین چیزی است. امروز که آمدیم، ما ولایت غزنی، از ولایت غزنی هستیم. به مدت 2 ماه میشد ما پاکستان رفته بودیم. برام به خاطر تداوی و وضعیت رو برای ما بود که دیگه قابل وصف نیست، گفتن نیست. واقعا زنده باشید. سلامت باشین، زنده باشین تمام مجاهدین، تمام برادرای عزیز. زنده باد وطن ما افغانستان.